به نام یزدان پاک، درود و احترام خدمت همه شما دوستان عزیز. در حال انجام یه کردن سرویس بهداشتی مجتمع مسکونی هستیم. از آجرهای سه سوراخی استفاده میکنیم که آجرهای بسیار محکمی هستند، آجر زبره. دوستان ما در این یه کردن دنبال گونیا کردن هم هستیم که برای گونیا کردن از روش فیثاغورس استفاده میکنیم. حالا تا اینجا که اومدید لایک و سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم روشن کنین تا ادامه بحث رو داشته باشیم. خب برای گونیا کردن گفتیم از روش فیثاغورس استفاده میکنیم. برای دیوارای اینجا که الان طولشون هم زیاد نیست و همونطوری که مشاهده میکنید سرویس هستند، از روش 60-80 استفاده میکنیم که طولمون 80 سانتی متر و عرضمون 60 سانتی متر و وتر ما یا قطر ما باید 1 متر رو بده. ولی برای دیوارهای بلندمون ما از همون روش فیثاغورس استفاده میکنیم. طول دیوار که بیشتر بشه مثل 2 متر یا 3 متر، طولمون که 2 متر باشه عرضمون 3 متر باشه، وتر ما 5 متر میشه و اینطوری به گونیا کردن میرسیم. خب بریم سراغ گونیا کردن. خب این از اندازه 80 سانتر ما و این هم خطی که اینجا زدیم کامل مشخصه. خب 60 سانتی متر اونم مشخص کنیم دقیقاً لبه آجر. خب و وترمون یا همون قطرمون که شد 1 متر. خورد دست بسراتر بسر. بله به صورت خب اینجا مبدأمونه که برای 80 سانتیمون علامت زدیم. دست رو بیار سرتر. خوب بیا خب برو داخل جلی. این هم 1 متر گونیامون. لطفاً حمایت کنید دوستان. سپاس بیکران از همه شما. خب اندازه در سرویس هم داشته باشیم. 88 گرفتیم. بله اندازه در تمام شدهش 80 سانت میشه. خب دوستان ادامه کار رو هم داشته باشیم. این یکی دیوار هم باید گونیا کنیم به همون روشی که گفتم، چون طول دیوارمون کمه دوباره از همون
60/80 استفاده میکنیم. خب اوستا انشالله. خب 60 سانتی مترمون مشخص شد. لبه آجر بریم برای اون 80 سانتی متری همون. استاد زحمتشون میکشه، علامتشون هم مشخص میشه. بله اینجا. خب بریم که وترمون. خب. بله دقیقاً 1 متر در اومد و این دیوار گونیاه. اگه تا ثریا هم بره این دیوار دیگه کج نیست، گونیاست، چون خشت اول و معمار درست گذاشته. خب دوستان گفتیم دیوارامون گونیان، تمام دیوارای ما گونیان. خب الان تموم شده این سرویس داخلش 1 متر و 62 تا. خب بیاین این طرف. بله نگاه کنیم به همون صورت 1 و 62 کاملا این دیوارای ما صافه. و در ادامه برای همکارانمون سرامیک کارا که میخوان کار سرامیک رو انجام بدن هیچ مشکلی نیست که خدای نکرده دیوار کج باشه، با کجی یا ناگونیایی ها یا با اندازه یکسان روبرو نیستن دیگه و به همین منوال میتونن کارشون رو ادامه بدن.